ماموران پلیس در اسکاتلند حضور دارند تا شما را ایمن نگاه دارند. شما ماموران پلیس که در جوامع شما مشغول به قدم زدن هستند یا بر روی دوچرخه و یا چهارچرخه یا موتورسیکلت خود و یا در اتومبیل و یا وانت پلیس مشغول به رانندگی هستند خواهید دید. شما ممکن است ایشان را در طی رویدادها در مدارس و زمانی که با نهادهای دیگر برای مثال سازمان بهداشت ملی یا NHS، خدمات آمبولانس، سازمان تأمین اجتماعی و یا خدمات آتش‌نشانی و نجات اسکاتلند همکاری می‌کنند ببینید. معمولاً 2 افسر پلیس با هم کار می‌کنند. این برای امنیت شما و ایشان می‌باشد. افسران پلیس ممکن است کارت اظهار هویت داشته باشند. این کارت شناسایی می باشد که این موضوع که ایشان افسر پلیس واقعی بوده و قابل اعتماد می باشند را تایید می کند. شما می توانید از ایشان بخواهید که این کارت را ملاحظه کنید. این افسران کمربندی که وسایل ایمنی در آن موجود می باشند را به تن دارند. این کمربند باتوم و اسپری را شامل می شود که در مواقع خطرناک می توانند از آنها استفاده کنند تا کسی را از خود دور نگه دارند و همچنین شامل دستبند نیز می شود. فقط مأموران مدبر در اسکاتلند سلاح گرم برای مثال اسلحه و یا تفنگ را با خود حمل می کنند. شما ممکن است ایشان را در فرودگاه‌ها و رویدادهای بزرگ ببینید، ولی ممکن است از افسرانی که سلاح گرم حمل می کنند درخواست شود در محل وقوع حادثه برای اینکه شما را امن نگاه دارند حضور یابند. اگر نیاز دارید از افسر پلیس درخواست کمک کنید، می توانید به کلانتری بروید یا با شماره تلفن 101 تماس بگیرید و یا برای ما ایمیل ارسال کنید. شما می توانید درخواست مساعدت شخصی مانند مترجم را بنمایید تا به شما برای برقراری ارتباط کمک کند. این کمک ها به طور رایگان فراهم خواهند شد. اگر شما جرمی را گزارش بدهید، افسران پلیس اطلاعاتی نظیر نام، نشانی و شماره تلفن شما را از شما درخواست خواهند نمود. ایشان در مورد اطلاعات مربوط به جرمی که می‌خواهید گزارش نمایید سوالاتی خواهند نمود و برای جمع‌آوری شواهد با شما همکاری خواهند کرد. افسران پلیس در اسکاتلند برای اینکه شما امن باشید حضور دارند. آنها از قربانیان جرایم حمایت کرده و از اینکه با متخلفین برخورد می شود اطمینان حاصل می کنند و فقط در مواقعی که کاملا نیاز باشد از زور استفاده می کنند. این افسران تعلیمات عالی برای برقراری ارتباط و اطمینان از عدم تشدید خشونت دیدند. اگر شما چیزی را متوجه نمی‌شوید، می توانید به مأمور پلیس بگویید من انگلیسی صحبت نمی کنم. I do not speak English. بعد از گزارش جرم، ممکن است افسر پلیس با شما تماس گرفته و یا با شما در محلی که زندگی می کنید ملاقات کند. ایشان شما را در این مورد که چه کارهایی انجام داده‌اند و آیا به اطلاعات بیشتری از شما نیاز دارند به روز رسانی خواهند کرد.